خب بچه‌هاتون سلام علیکم. امروز اومدیم براتون یه ویدیو کالاف که نه فری فایر که نه هیچی که نه هیچی اصلا نمیخوایم بریم. امروز اومدیم صحبت بکنیم. من بازم نه. امروز اومدیم یه دست فوتبال آفلاین بریم. فوشبال خوشگل، شوتبال دیگر. صدا رو کم میکنیم، صدا خودمون بیشتر بیاد. قرار یه مرحله شو بریم. شما حمایت نمیکنید، ولی برای اینکه بهتون نشون میدم دوستتون دارم 2 مرحله شو میریم براتون حال بکنید. شما جون قراره ایران با نمیدونم کجا مسابقه بده. بریم ببینیم آقا داستان چیه. بابا یه پاسالی میره جلو جعفر مشایخی. آقا دریبلا حرفه‌ای ها. برو جلو ببینم چه میکنی. خب برگرد. آهان عالی عمو عالی. همینو بچرخونی، همینو بچرخون. نمیشه زده نمیشه. من از روی کرمم گلو بابا نوکرم. ایران 2-3 با اینکه عقبه ولی امیدو زنده میکنه. بابا برو جلو داداشمی. وای وای نه. آهان ماشاءالله ایرانی‌ها. یس گل سوم. تبلیغ قطع کن صدا رو. بچه ما از هیچ برنامه تبلیغ نمی کنیم. برنامه بدن ابدن. ما تبلیغی نداریم از این برنامه های مزخرف. گچو نه آشغاله. خلاصه بچه ها مرحله 77 رو تموم کردیم. نوکرم ایران با کجاه؟ قطره. فکر کنم با ایران با قطره. ای ایران ای مرز پرگوهر، خاکت بر سر چشمه. نه بابا ایران عشقه. خاکت بر سر بگم برای کیه؟ برای این آدمای اشغالگره. خاک بر سرشون بکننم. نوکرم ایران. جود بلینگام اومد چه آوردم تو ایران. برو جلو بریم. ماشاءالله 11 علی یعقوبیه. اولو بابا نوکرم 2-1 ایران قطر. ایران جلوه. چقدر جو میدم. برو بریم. نکن چه قشنگ بازی رو عوض کردم. برو جلو. بگلش کفاست زد بیرون. برگرد. هی. ما تبلیغ نمی کنیم. تبلیغ نه.
خفه کنین صدا رو. بزن بره. پاداش اطلاعات شد. چی شد؟ گم شو بابا پدرسگ. وای توف تو این زندگی. بابا نمیره کثافت. آها رفت. اوه برو جلو. الو ای او ای 15 میلیون میلیون پنجه، ولی ما 15 رو بیشتر نداریم. شما یس شماره 1 زیرک. برو جلو. آفساید. خب برو بالا. اوه با همونو پاس شده. آها عالی. وای گلو. یک قطر صفر. امیدوارم قطر ببازه ایران ببله. قطرهای عزوی. عزوی همون عوضی خودمونه. اونایی که پیج یوتیوب ما رو الان دارن میبینن از قدیمی ها میدونن عزوی همون عوضی خودمونه. میام یوتیوب پی تو آپارات ما همچین حرفای رو با امیرلند میزنیم. بچه خوشحالتون بکنم قراره یه پیجم بزنیم به تک جداگونه در یارو در این آپارات بیریخت. عزیز زشت میگم عزیز بعد میگم زشت. آپارات خوبه چقدر بوبه. خب بچه ها تایم ویدیو زیاد شد. اگر کار ندارید فعلا گودبای. نه بابا گودبایمون کجا بود؟ گودبایمون پارتی بود. سلام علیکم. فعلا گودبای.